و امروز که 25 شعبان است، دیگر چند روز، 5 روز یا 4 روز دیگر تا رمضان باقی مانده است. و یک حدیث امام بخاری و مسلم را هم به شما خاطر رسان میکنم که جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم گفتند که لا یتقدمن احدکم رمضان بصوم یوم ولا یومین الا ان یکون رجل کان یصوم صومه فلیصم ذلك اليوم. یکی شما ماه مبارک رمضان را با روزه 1 روز یا 2 روز پیشواز نگیرد. یعنی از رمضان 1 روز یا 2 روز یگان انسان روزه نگیرد، منع است. اصل منع دلالت به تحریم است، یعنی حرام است روزه داشتنی از رمضان 1 روز یا 2 روز پیشتر، علل خصوص همچون احتیاط هم روزه ندارد. الا رجل کان یصوم صوما، مگر یه مردی که عادتا روزه می داشت، مثلا پنجشنبه دوشنبه روزه می داشت، اتفاقا همین پنجشنبه یا دوشنبه پیش از رمضان موافقت کرد، او حق دارد که روزه دارد، چون عادت او پنجشنبه دوشنبه روزه داشتن بود، بگذار برای او اجازت است که روزه دارد. والله اعلم.